سروری دولت برای پذیرایی گرم انجام دادن کارهای آبادانی و جانبداری سیاست سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان با مردم مهنت‌قرین ناحیه رشت از جمله صاحبکاران همت بلند اظهار سپاس نمودند. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان آنها را یکجا با مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه رشت با ادامه و مساعد دادن تدبیرهای بنیادکاری برای استقبال سزاوار از 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان هدایت کردند. فعالان و صاحبکاران جمع آمده به سرور دولت وعده دادند که برای آبادی و شکوفایی دیار خویش من بعد نیز جهد و تلاش خواهند کرد. به خاطر سفر کاری به مناطق رشت بخصوص منطقه رشت شما را خیر و مقدم میگویم. ما شما را از نام صاحبکاران با ننگ و ناموسی انمین دیار رشتان باور میکنیم که در اطراف انمین خواهر عزیزمان که شما به حیث رئیس ناحیه در ناحیه رشت تعیین نمودید زیچ متحد شده طبق هدایت های شما که هدایت های سازندگی و آبادکاری و بنیادکاری کمر همت بسته تمام تاجیکستان عزیز گل میشکفونیم از جمله رشتان بزرگه. شکر این دم، شکر نعمت، شکر این خاک وطن، شکر استقلال و شکر صلح و وحدت در وطن. دو واژه استقلالیت و وحدت برابری عباره‌های مادر وطن عزیز مقدس و معتبر. بار دیگر شما را خوش آمدید میگویم. نور دیده تاجیکستان استقلالیت این رسیدن به سرمایه ملت و مملکت و ممالک است. خوش آمدید.